سلام رفقا، خوش برگشتین به کانال خودتون. شاهین هستم از بازی کینگدوم نیولند پارت 4. خواهشی که ازتون دارم اینه که لایک فراموش نشه و اگه از ویدیوهای من خوشتون میاد لطفا ساب کنید که از ویدیوهای جدیدم جا نمونین. خب بدون معطلی من میرم سراغ گفتن بازی که دقیقا اینجا چیکار کردم و چطوری بازی رو بردم جلو. درختای این سمت مپ، سمت چپ مپ رو من قطع میکنم که کماندارا فضا داشته باشن. یه دیوار دفاعی میسازم، یه چند تا کماندار جدید که بتونم از مپ دفاع کنم. درختای سمت راستم جدا میکنم که کماندار رو سمت راستم فضا داشته باشن برام خرگوش شکار کنن، تعداد سکام بره بالاتر. الانم تا متخصصا مشغول کارن، میرم جلو ببینم دقیقا سمت راست مپ چی در انتظار منه. دو تا چادرنشین دارم اینجا که اون دوتا رو میگیرم، افراد شهرم برم بیشتر بشن. اینجا میبینی که درختارم کم کم قطع کردن، یه چند تا درخت جلوترم من میگم قطع کنن واسم در حد همین دو سه تایی که مونده. دقیقا همین جایی که واسادم قبل از این دو سه تا درخت این نهر آب وجود داره. من این درخت‌ها رو که دارم قطع میکنم تو فکرم یه زمین کشاورزی بسازم. به جز این خرگوشایی که از تو زمین در میان، من مزارع خودمم استارتشو بزنم بتونم اینجا اقتصاد بهتری داشته باشم. در حد یکی دو تا کماندار گرفتم که یکم دفاع بهتری داشته باشم، خرگوشای بیشتری شکار کنم، اقتصادم بهتر بشه. و برمیگردم سمت چپ، یه کوچولو میرم جلوتر ببینم چی دارم. اولین چیزی که بهش برمیخورم مجسمه الهه کمانداره که من تا ماکسیموم لولشو بردم بالا. خوبی لول 3 کردن الهه کماندار اینه که شما با 4 عدد سکه دوباره میتونین اونو لول 3 کنین، ولی اگر لول 1 بمونه و شما برگردین 4 تا سکه بدین، نهایتش اینه که لول 1 شارت شده یا نهایت اینه که به لول 2 میرسه. در همین همیشه سعی میکنم اگه سکه داشته باشم الهه رو تا لول 3 ماکسیمومش کنم. الانم اومدم سمت چپ، جلوتر دیدم یه دونه کمپ چادرنشین دیگه اینجا هست. دو تا چادرنشین رو گرفتم عضو شهر بشن. از دستگاه تیرول ارز رد شدم، همون تلپورت خودمون دیگه. خب عقب‌تر دیدین که یه دونه از انمیای دشمن اومد و من بهش سکه دادم، سکه رو برداشت رفت. این انمی که رفت باعث شد که دیگه امشب به من حمله نشه. به خاطر همین من خیلی خونسرد به ادامه راه میرم ببینم جلوتر چی پیدا میکنم. تا اینجا دو تا دستگاه تلپورت بود که من از هر دوتاش رد شدم. اینجا نامه هم میگیرم که توی مرحله بعدی یه چیز جدید بهم باز بشه. و آخر سرم که میرم میبینم یه اسکله‌ای هست که آخر کشتی رو بسازم به سمت چپ میاد. پس من باید از سمت راست دفاع کنم و تمام منابعی که نیاز دارم و سمت چپ بسازم. خب دوستان، من دیگه برگشتم سمت شهر، دیدم جلوتر خبری نیست. الان اینجا یه چند تا درخت قطع میکنم که فضام بیشتر بشه، هم بتونم شهر بسازم هم بتونم از خودم دفاع بهتری داشته باشم، خرگوشای بیشتری در بیاد تو زمین. کلی به دردم میخوره این قطع کردن درخت‌ها. اینم که میدونین دیگه هر درختی که قطع میشه یک تا دو تا سکه میده، خودش برای خودش سرمایه گذاری حساب میشه. خب من یکم میام جلوتر، یه دونه دیوار میسازم، برمیگردم عقب. شاید براتون سوال پیش بیاد چرا این دیوار رو من نبردم بالا. چون من این خونه اصلی پادشاه وقتی لولش رو ببرم بالا، خودش خودکار میاد به صورت رایگان هم برام دیوار میسازه، دیوار رو ارتقا میده، سنگی میکنه وقتی که شما به لول سنگی میرسونینش، هم براتون یه دونه برج کماندار میسازه. پس من میام یه دونه دیوار جلوترش رو میسازم، روی اون هزینه میکنم که دیوار پشتی رو خودش به صورت رایگان برام بسازه. اینجا هم اومدم دو تا چادرنشین بود گرفتم. یکم که جلوتر بیام سمت راست یه دونه کمپ سنگی پیدا کردم که اینو ارتقا بدم کمپم سنگی میشه. هنوز تا شب نشده، من میرم جلوتر ببینم چی هست. دستگاه تیرول ارزه که الانم متاسفانه روشن شد، ولی خب من رفتم چون مراحل اولش تو شبای اول خیلی سنگین بهتون حمله نمیکنن. اگه سکه داشته باشین میتونین اینجا رو رد کنین. اسبم که متاسفانه مثل همیشه خسته میشه که خدا رو شکر توی این مرحله من عوضش میکنم، یه اسب جدید میگیرم. مرحله سومش نمیدونم چرا اینقدر بهمون حال داد. یه دونه کمپ چادرنشین سمت چپ مپ بود، دو تا سمت راست بود. کلی از این صندوقچه ها بهمون داد توش سکه بود. دیگه حالا فکر نکنم من سکه کم بیارم. اگه اشتباه نکنم دو تا دستگاه تلپورت تا الان پیدا کردم. اینجا هم اگه نگاه کنید میبینید یه حالت استبل. دو مدل اسب داریم که با مال خودمون میشه 3 مدل. من اسب سفیده رو انتخاب کردم.
آخ من این چادرنشینا رو گرفتم، حالا خودم سکه میندازم رد میکنم، ولی متاسفانه اینا رو اومدن زدن سکه رو ازش گرفتن. خب من اینو دوباره به شهروند عادی تبدیلش کردم. دارم برمیگردم سمت چپ. همونجور که دیدین 3 تا دستگاه تلپورت بود، 2 تا از این تلپورت های وسط جنگل، یه دونه هم تلپورت اصلی که آخر سمت راست بود. استراتژی که من چیندم، سمت چپ میرم اول دستگاه تلپورتی که سمت چپ هستن رو میتر کنمش. بعد از این که تونستم در برابر دشمن دفاع کنم، یکم دفاع هم آوردم بالاتر، بعد کم کم میرم سمت راست، اون 2 تا دستگاه تلپورتی که وسط جنگل هستن رو خراب میکنم و آخرش هم کشتیمو میسازم، میرم داخل کشتی. ولی خب متاسفانه هر سری که شما دستگاه تلپورتی رو خراب بکنید، دشمنا خیلی سنگین‌تر بهتون حمله میکنن. اینو من توی پارت قبلی هم بهتون توضیح دادم. حالا من یکم جلوتر برم، توی دفاع خودتون متوجه میشین که هر سری حمله بهتری بهتون میکنن، تعداد افرادشون بیشتر میشه. حالا یا پروازی بهتون حمله میکنه یا غول بهتون حمله میکنه، خیلی سخت‌تر میشه. برای همین حتما باید من یه دفاع خیلی خوب بسازم، بعدش برم دستگاه تلپورت رو خراب کنم. درختای سمت چپ قطع کردم، کمپو بزرگتر کردم، اومدم تو شهر چند تا کماندار ساختم، چند تا مزرعه دار ساختم. البته اول داسش رو ساختم، خودش اومد برداشت مزرعه دار شد. حالا میام سمت راست دیوار رو بزرگ کنم که متاسفانه من یادم رفته بود اینجا درختا رو قطع نکرده بودم. از شانس بعد منم کیسم خالی شده دیگه، پول ندارم. این کماندارم خرگوشی نبوده که بتونن شکار کنن. باید حتما این درختای جلوش رو قطع میکردم که فضا داشته باشن خرگوش در بیاد و اینا شکار کنن. یه دونه چادرنشین قبلا بهش سکه داده بودم، اون سکه رو پس میگیرم، میام اینجا یه دونه درخت دیگه رو قطع میکنم تا این درختا خودش قطع بشه، برام سرمایه کاری در بیاره. از سرمایه که خود درختا برام به وجود میاره با قطع کردنش، هر سری 1 یا 2 تا سکه میده. الان این خوشبختانه 2 تا سکه داد. درختای جدید رو قطع میکنم که یه دونه درخت بمونه به چادرنشینا. همون یه دونه درخت کافیه، چون من اگه اون درخت رو قطع کنم کمپ چادرنشینم کلا از بین میره، میرم به فنا دیگه. باید برم از اون ته چادرنشین بگیرم. الان یه چند تا پولی تو کیسم جمع شده، همین سرمایه که دارم و میام 1-2 تا چادرنشین دیگه میگیرم، بعدش برمیگردم. سرمایه دیوارم جور شده. تقریبا میشه گفت با یه تیر 2 نشون زدم، هم درخت‌ها رو قطع کردم، هم با سرمایه‌ای که خود درخت‌ها به من دادن اومدم دیوار رو ارتقا دادم، در صورتی که من کلا 2 تا دونه سکه داشتم. داره کم کم از شبای اول رد میشه، دشمنا سخت‌تر بهمون حمله میکنن. من دیوار سمت راست رو یه دونه ارتقا دادم، ولی دیوار سمت چپم خیلی ضعیفه. این کماندارا تا چند شب میتونن دووم بیارن، ولی از یه جایی به بعد دیگه دیوار باید دفاع کنه. خب من دیوار سمت چپم ارتقا دادم، الان میرم جلوتر ببینم دشمنا بهم حمله میکنن امشب یا نه. به این سکه همون درختایی که قطع کردم اگه اشتباه نکنم. بله دشمنا بهم حمله کردن. اسبم الان خسته میشه، وامیسته متاسفانه. خدا رو شکر رد کرد. گوسفند برگرد برو تو، الان میگیرنه دهنتو سرویس میکنم. بودو گرفتنت. نگرفتن خدا رو شکر. سکه رو برداشت برد. از حمله که رد شد من رفتم تو جنگل، 2 تا چادرنشین گرفتم، یه سکه هم محض احتیاط انداختم که چادرنشین بعدی که اسپان شد سکه رو خودکار برمیداره میاد جزو شهرمون میشه. یه دونه بیکار جدید داریم. خب چند تا درخت جدید هم من قطع میکنم طبق معمول که سرمایه هم بیشتر بشه و فضای بهتری هم داشته باشم. الانم که پول داشتم کمپ ارتقا دادم، یه چرخی میزنم، چند تا کماندار تا جایی که پولم میرسه یه دونه گرفتم. میام ببینم کشاورزایی که استخدام کردم که هیچ، تعطیل، یه دونه سکم نداشتم. کماندارا این طرفم که متاسفانه نه خرگوشی نه گوزنی هیچ. خب پس سمت راست مپ فعلا پشمکه، میام سمت چپ. کماندار ماشاءالله یه دونه سکه، میام جلوتر. کماندار شمشیرزنم که خودش سکه رو میخوره، اصلا سکه نمیده. اومدم جلوتر. فقط درخت ها، چقدر این درخت ها به من کمک کرد تو این بازی. میام جلوتر، از کماندارا سکه خف میکنم میگیرم. متخصصا هم که خودشون چون درخت قطع کردن سکه دارن، حتما این مجسمه الهی کماندارم من با یه 4 تا سکه دادن، یعنی یه پارت سکه دادن لول 3 میکنمش. میام جلوتر، این درختا رو قطع نکنم بهتره، چون الان شب میشه بهم حمله میکنن. این سکه هم خودش برداشت اومد. برگشتم سمت شهر،
یه لول دیگه دیوار رو بردم بالا. بهترین چیز تو این بازی به نظر من منجنیقه، چون هم دمیج بالایی میده هم دست جمعی دمیج میده. یه دونه سنگ منجنیق برابر با شاید 20 تا تیر کماندار. الان یه دونه دیگه داس گرفتم، دارم پول جمع میکنم که برم اون منجنیقم بسازم، چون اگه منجنیق بسازم متخصصا دیگه دوتاشون میرن منجنیق رو هول بدن، دیگه کار نمیکنن. الان اینجا یه کات زدم به خاطر اینکه مجبور بودم واسم تا شب بشه. کماندارا دفاع کردم، میرم دوتا چادرنشینی که این سمت راستم هستن رو بگیرم که یکیشو مثل که سکه‌شو ازش دزدیده بودن. دو تای دیگه هم اسپان شده. من این دو تای دیگه هم گرفتم، یه دونه سکه هم میندازم که مثل همیشه دیگه محض احتیاط اگه یه دونه دیگه اسپان شد خودش سکه رو برداره خودکار بیاد تو شهر. منجنیقم که متاسفانه پول نداشتم بسازم دوباره. الان میرم جلوتر ببینم کماندار این طرف چیکار کردن. به خاطر این فضایی که بهشون دادم چه پولی در میارن ها، ماشاءالله. این چادرنشین تفلک هم دوباره تبدیل شده بود به چادرنشین. من بهش سکه قبلا داده بودم ولی خب مثل که وسط راه خفتش کردن، سکه رو ازش گرفتن. دقیقاً سمت راست مپ هم همینجوری شده بود. خب اومدم یکم جلوتر، چند تا از درخت‌ها رو قطع میکنم که فضا بازم بیشتر بشه. الان فضای خوبی دارم ولی خب بازم میخوام بیشتر بشه، حداقل تا این کمپ چادرنشینا میتونم درخت‌ها رو قطع کنم. همون یه دونه آخرش بمونه برام بسه. متخصصا که خودشون رو رسوندن، باریکلا. خب این درخت آخری رو من قطع میکنم که دیگه متخصصا رو نگم بیان، چون مسافت زیادی رو مجبورن طی کنن تا برسن به اینجا. مثل خودم اسب ندارن که سری بدوئن و برگردن تو شهر، برای همین ممکنه یه دفعه خفتشون کنم وسط راه. متخصصم تنها داراییش که همون چکش شیشه رو میندازه، فرار میکنه میره تو شهر و اگه نتونه برسونه خودش رو به شهر متاسفانه هم چکشش رو از دست میده هم خودش تبدیل میشه دوباره به چادرنشین. تا جایی که تونستم سکه جمع کردم، برگشتم دوباره تو شهر. 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا کماندار ساختم. 5 تا کمان ساختم که کماندار بشن. اومدم کشاورزا رو چک کنم که به به کشاورزا هم خوب پول در آوردن. اگه به کماندارا فضا بدین، اگه برای کشاورزا مزرعه لول 2 بسازین، درآمد شهرتون واقعا تضمینه. اینجا دیوارم بد موقع ارتقا دادم ولی خب اشکال نداره، امشب مثل که بهم حمله نکردن خدا رو شکر. خب الانم که بهم حمله نکردم، من دیوار رو دارم لولش رو میبرم بالاتر تا مکس بشه. لول 2 سنگی میشه انگار، دیگه خیلی سخت میاد پایین، حتما باید بهتون خیلی حمله بدی بشه. دیگه کم کم دارم میرم تو کار خراب کردن تلپورت، تا جایی که میتونم کماندار میگیرم که هم دفاع کنم هم شکار کنم هم پشت سر شمشیرزنا بفرستم. کمپم هم ارتقا دادم به کمپ سنگی لول 1. بازم برای سومین بار اومدم تلاش کنم منجنیق بسازم که دیدم پول ندارم. کماندارای عزیز این همه مدت چیکار کردین؟ هر کار کردین پولاشو بدین به من. آخ آخ آخ، هر سری یه دونه از چادرنشینامون اینجا میگیرن خفتش میکنن. این کمپر رو من باید بیارم یکم جلوتر. اینجا که یه دونه نهر آب است حتما یه دونه مزرعه بسازم که وقتی تلپورت‌ها رو خراب کردم این سمت دیگه دفاع خاصی نیاز نداره، قشنگ بتونم رو منبع درآمدش هم حساب کنم. اوه اینم گرفتنش که. خب یه دونم اسپان شده، یه دونه سکه هم مثل همیشه میندازم. به حالا که کیسم پره منجنیقو من میسازمش. رفقای عزیز، عشقای دلم، لایک کردن براتون هزینه‌ای نداره ولی باعث دلگرمی منه، باعث میشه آدمای بیشتر این ویدیو رو ببینن و من بیشتر روی کارم تمرکز کنم، ویدیوهای خفن‌تری بذارم. دم همتون گرم. این سرمایه‌ای که من ساخته بودم، تمام این مزارع هرچی پول داشتم رو جمع کردم. اینجا یه دونه مثل که داس اضافه من ساختم اومده تبدیل به کشاورز شده، ولی زمینی نیست که بره توش کشاورزی کنه. حالا اشکال نداره، من اون جلو که برم این تلپورتر رو خرابش کنم. حالا من این شمشیرزنم فرستادم بره جلو. این دوتا تلپورت رو که من برم خراب کنم میرم جلوتر یه دونه زمین کشاورزی میسازم. زمین کشاورزی باعث میشه درآمد داشته باشم و اون کشاورزی که اونجا داره ول میچرخه بیاد اونجا کار کنه دیگه، الاف نباشه.
چون این شبی که گذشت بهم حمله نکردم، من بلافاصله بعد از اینکه روز شد این شمشیرزن اون چند تا کمانداری که پشت سرش بودن و فرستادم برن حمله. میام مجسمه الهی کماندارم یه لول میبرمش بالا که کماندارا پشت سرش خیلی قوی تر بشن. بعدم میام دو تا اینجا چادرنشین هست، این دو تا چادرنشین هم که متاسفانه مثل همیشه یه دونش اسپان شده، یه دونه سکه بعد الکی بندازم که الان شمشیرزنی میاد برمی‌داره. حیفه خودم برداشتمش، حالا انداختم دیگه، ولش کن، اگه اومد نیومدم شمشیرزن برمی‌داره میجنگه بجاش. خب من میام اینجا تا جایی که میتونم از تو بیس سکه جمع میکنم، کماندار میسازم، چون بعد از اینکه تلپورت خراب بشه پشت سرم حمله‌های واقعا سگی بهم میکنن. استراتژی من بر پایه اینه که 4 تا تلپورت رو باید خراب کنم بعد برم محله 4م. واسه همینی که میگم خیلی سگی بهم حمله میکنن. بعد از خراب کردن تلپورت اول تعداد انمی خیلی زیاد میشه، بعدش یه دونه غول میاد تلپورت دوم، تلپورت سومو که خراب کنین چند تا غول میاد و یکی دو تا پروازی، تلپورت چهارمو که خراب کنین خیلی تعداد پروازی ها زیاد میشه و خیلی تعداد غولا زیاد میشه. دفاع کردنش واقعا کار سختیه. حالا جلوتر میبینین تو این مرحله من چی کار میکنم. واقعا دفاعی که من تو این مرحله انجام میدم یه دفاع کاملا اتوبوسی، پشت سر هم میزنن، کلی میرم کماندار میگیرم، ولی بازم اون دفاع آخر که تلپورت که خراب میشه، دفاع آخر دیوار کلا میارم پایین قولا، اصلا نمیتونم دفاع کنم. حالا عکسش هم من میذارم توی پارت دوم که حتی عکسش هم ببینین چطوری بود. خوشبختانه اولین تلپورت رو بچه‌ها تونستن خراب کنن، دفاع کنیم در برابرش. که برم ببینم شمشیرزنان برگشتن. من نرفتم سمت چپ چون سمت چپ خبری نیستش، یه دونه بیشتر تلپورت نیست، واسه همین حمله خیلی وحشیانه بهم نمی‌کنن، بیشتر برای بحث درآمدی به سمت چپ نگاه میکنم، وگرنه دفاع اصلیم سمت راست. حتی سمت چپ من منجنیقم نگرفتم چون نیازی نبود. یه دونه دیگه من شمشیرزن گرفتم، یعنی سپر ساختم. هم نیاز دارم واسه حمله، خاطر جمع‌ترم که حمله میکنم حتما تلپورت خراب میشه. هم موقعی رفتن یه دونه شمشیرزن که دارم، دو تای دیگه هم باید بسازم. این دوتا رو با اون یه دونه 3 تا میشن، بفرستم توی کشتی که توی مرحله بعدی بهم کمک کنن. میام جلوتر این دوتا چادرنشینی که اسپان شدن رو میفرستم توی شهر همراه این شمشیرزنا میرم. و اینم من بهتون بگم شمشیرزنا برای اینکه بتونن دفاع کنن حتما باید چند تا سکه بهشون بدین که اگر ضربه خوردن ضربه اول نمیرن، حتما اون سکه ها رو از دست بدن، یکی سکه ها رو از دست بدن تا برسه به سکه آخر اونجا بمیرن بعد 6-7 تا حمله که بهشون میشه. اگه میخوایم ببینید چجوری با خراب کردن 4 تا تلپورت دفاع میکنم، ویدیوی بعدی رو از دست ندین. مشتاقانه در انتظار نگاه زیباتون در پارت بعدی هستم. اگه تا اینجا ویدیو رو دوست داشتین با لایک، کامنت انگلیسی از من حمایت کنید تا حسابتون نپره. دم همتونم گرم رفقا، به امید دیدار. خدا نگهدار.